نامو چه؟ حکیم شاه 100,000 ایت قرضدار بود خخول پول تگرفتم دادم چی گفتن این پادپیشکای کلا تاجیک دادن سلامت باشن اکا همه پادپیشا سکنن اکا کلا زنده باشه فقط با پیش چند ماه داد کدی پول تا مردک بود 6 ماه داد کردیم اکا 6 ماه داوند تا بله 6 ماه بانی تا دونی خدا بانی چند ساعت پول گرفتن بانی 3 ساعت اکا 3 ساعت پول گرفتن دادن پادپیشکا یگان دو که داخشون کی اما بدم благодаря ما هم وقت داخش دوم میکنیم فقط لایک ابو جخان تمام دیگه زنده باشه زنده باشه زنده نه اخی ما چه خالی گام زنده باشه زنده باشی براشکا جان گوش که جای دا کار میکنی احتیاط شو دیگه برادرات فهمون کی مقصد هم خالی ماشین کدا نغلطن امی هم وقت که نداد значит کار نک فهمیدی دل بوجو فهمیدی داول نی 100% اکا پول گرفتی کجا میری که خونه اکا تاجیکستان با پیش نگفتی که تاجیکستان با پیش زنده باشه پادپیشا سکنن گولا پادپیشا یکم پادپیشا بال لایک ابو جخان تا کجا گفتی نمره من مردک بود اینستاگرام اکا چند وقت گفتی نمره من یه روز گفتم اکا یه روز کار حل شد نه بخدم یه روز حل شد کو مردم 6 بومه کار میدونی ما چند وقت گفتم اول ما مقصد ای یوتیوب تماشا کنم نمر تا بعد خود گفتی کی نمر مرا ای چی بگیریم میتونیم بگیریم با ما ای چی تو بگیریم اینستاگرام خاصم گلانی روزی 100% تاجیکو با پیش تاجیکستان با پیش زنده باشی دوام